مولوی در مثنوی تعریف میکنه که یه آقایی 30 سال کار کرد، یه زمین خیلی بزرگ خرید و بعد 30 سال دیگه تجارت کرد، یه کاخ خیلی مجللی رو اون زمین ساخت. روزی که میخواست نقل مکان کنه به اون کاخ، شهربانی اومد گفت آقا شما نمیتونید وارد کاخ شی. پرسید چرا؟ گفت زمین شما این زمین بغلی بوده، شما اشتباهی رو زمین مردم کاختو ساختی، زمین خودت بایر افتاده. این حکایت همه ما تو زندگیه. ما تو زندگی 2 تا زمین داریم، زمین جسم، زمین روح. ما زمین روح رو بایر انداختیم کنار رو رها کردیم و همش مشغول آبادی زمین جسمیم، جراحی زیبایی، بدنسازی، در صورتی که زمین جسم مال ما نیست. بی خودی داریم روش کاخ میسازیم، آخر سر باید تحویلش بدیم و بریم. هر کاری تو این دنیا از خوردن و خوابیدن و کار کردن و پول در آوردن انجام میدی، اگه منجر به پرورش روحت نشه